سلام به همه دوستان گلم. صبح همگیتون بخیر. مثل همیشه حاضر شدم برم سر کار با تنبلی زیاد. والا حسن صبح که میخوام بیداشم خیلی برام سخته با اینکه روال همیشگی منه، ولی بازم خستم و از خستگی امروز فردا میکنم نمیرم دنبال کلاس، باید برم ورزش و اینا. نمیدونم شما مثل من هستین یا نه. امروز فردا میکنم، از امروز فردا کردن خودم خسته شدم. باید برم کلاس ورزش و کارامو انجام بدم.